اگه موافقین امروز چلو ماهیچه رو به روش من درست کنیم. البته روش من نیستش، تا کل خانواده همینو درست میکنیم. بدون یه قطره آب، یه چلو گوشت آبدار و خوشمزه و لذیذ. یادم رفت بگم سهیلا علمی هستم و تا انتهای آموزش همراهم شد. پیاز فراوون راز خوشمزگی این چلو ماهیچه است و البته سیر. همونطور که دیدید یک لایه پیاز رو چیدم کف تابه، گوشتا رو کنار هم چیدم، بعد سیر، نمک و فلفل، بعدم بقیه پیازمون. اصلا نترسید که پیاز میزنید آیا گوشتتون شیرین بشه یا نه، فوق العاده لذیذ میشه. برای خوشمزه تر شدنش هم من از چند قالب کره استفاده کردم. در تابه رو میبندم، میذارم روی شعله کم، همینطور که میبینید حسابی آب میندازه و آروم آروم میپزه. تقریبا گوشتمون 80-90% پخته. توی این مرحله زعفرون اضافه میکنیم، اگر نیاز داشت نمک و فلفلش رو شارژ میکنیم و میذاریم کامل بپزه و تمام. اگه مهمونی تو راه داری 100% اینو امتحان کن.